خواجه محمد نیستم. پدرت هم پسر من نبوده، اما تو نوه خواجه محمدی. من که پیر شدم و ترسون، من که نشستم و پای اسب مردم زار زدم. ما حیف تو و اسب زنده ایت. اگه از اینجا رفته بودم، اگه دستوالتو نگرفته بودم، چه آتیشی به پا نکرده بودی نفه خواجه محمد. من که پیر شدم و احمق، من که زنده و مردم یکی شد. منو ببخش، من حرفمو پس گرفتم. تو هر وقت بخوای خواجه محمدی. منو ببخش بابا خواجه. اگه حساب بخشیدن باشه تو باید منو ببخشی. از اینکه دستم رو خواجه محمد بلند کردم از خودم بیزارم. تو دستتو رو خواجه محمد بلند نکردی. خواجه سردمه. منم سردمه. ما داریم یخ میزنیم. ما داریم کم کم یخ میزنیم. نباید بذاریم یخ بزنیم. کاری از دست ما ساخته نیست. بالاخره یخ میزنیم. خواجه محمد، درسته که دشمن به ما شبیخون زده، اما ما تو نفس آخر میجنگیم. تا نفس آخر خواجه. تا قدرت داریم بدنمونو گرم نگه میداریم. تا زورمون برسه تسلیم نمیشیم. تسلیم نمیشیم. بلند شو. ببین تا اونجا که رمد داریم هرچی ماهی اینجاست اون طرف میبریم و بعد دوباره برش میگردونیم اینجا. یلا. آروم زیاد خودتو خسته نکن. معمولش چند ساعته؟ معمول چی؟ معمولم چقدر باید طول بکشه تا ما منجمد بشیم؟ ما تا 2 ساعت هم تو سردخانه کار کردیم و منجمد نشدیم. با درای بسته؟ نه با درای باز. وقتی در بازه درجه سرما پایین تر میاد. آره هوا خیلی سردتر به نظر میاد. فکر میکنی چند ساعت دوام میره؟ نمیدونم تا حالا امتحان نکرده بودم.
ساعت میکشه؟ 8 ساعت 4 ساعت 2 ساعت همین 1-2 ساعت پیش رو در ما بست خوجه ما خیلی وقتی که ما اینجاییم یا دلشو برشتری یا دل دیگه قوت ندارم از پا افتادم دشمنت از پا بیفته تسلیم نشو خوجه همینطور برو خوجه تکون بخواهم پاشو نرش منو از رو زمین جمع کن نمیتونم پاشم ما اگه بتونیم تا صبح خودمونو زنده نگه داریم قوای کمکی از راه میرسه الان شب یا روز خوجه الان دمدمای صبح پس تا صبح چیزی نمونده دیگه باید صبح شده باشه